بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، امید که جور و صحتمند و سرحال باشین. شما را به سلسله آموزش زبان انگلیسی خوش آمدید میگم. اینجا شما از 0 تا 100 انگلیسی را خواهیم آموخت. یکی چطوری، یعنی به چه شکل شما یک زبان را یاد بگیرین، زبان انگلیسی را یاد بگیرین، چطور بیاموزیم و انگلیسی چی است، از کدام روش ها میتونیم ما یک زبان را سریع یاد بگیریم. پس بنان ما را تعقیب کنید. دوستان عزیز، مکاتب افغانستان برای شما بهتر معلوم است که اون گونه که باید تدریس بشه زبان انگلیسی یا تدریس شود اون قسم نیست. یعنی تعداد زیاد شاگردا از کورس ها آنلاین، از اینترنت زبان را یاد میگیرن، کوشش میکنن، چون نتوانسته در مکتب زبان یاد بگیرن. پس این مشکلات در افغانستان وجود دارد. انشاءالله که درسای ما ادامه دارد، ما را تعقیب بکنید. یعنی نمیشه که تو بخوانی درس را نوشته نکنی، یا نوشته بکنی درس را تکرار نکنی، تمرین نکنی. یک زبان نیاز به تمرین داره، باید همیشه شما تمرین کنید و تلفظ کردن، گوش دادن باید همشان شما باید تعقیب کنید. اون شاگردایی که درسایشان در یک جای پیش رفته اما نتیجه نمیگیره، پس از اول از 0 شروع بکنن، آغاز بکنن، چینل یوتیوب ما را تعقیب بکنن تا یک زبان را به شکل درست و خیلی سریع یاد بگیرن. خب انگلیسی گفتیم که یک زبان بین المللی است که با استفاده آن در تمام جهان صحبت میکنه. البته این روزا یا در این قرنی که ما زندگی میکنیم خیلی زبان انگلیسی کاربرد زیاد داشتن و زبان بین المللی بودن که نیازهای ما را در اجتماع برآورده. چطور میتونیم زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟ در زبان انگلیسی از لحاظ تجربه خودم 5 قوانین وجود داره که 5 قوانین اگر شما مراعات بکنید یک زبان را میتونید خیلی درست و خیلی سریع یاد بگیرید. قوانین های زیادی وجود دارد که ما یک زبان را سریع یاد بگیریم. زبان انگلیسی 4 یا 5 قوانین دارد که اگر شما به شکل درست و به خود توصیف خود جور بکنید، در اون زمان شما میتونید یک زبان یاد بگیرید. قانون اول خواندن است. باید هر درسی که ما میخوانیم یا استاد ما درس میده یا یک لغات را ما یادداشت میکنیم باید بخوانیم، تکرار بکنیم، همیشه باید او را بخوانیم. این قانون اولش است. قانون دوم نوشتن. اون درسی که اون لغاتی که تو یادداشت گرفته ای یا اون جمله که تو یادداشت گرفته ای یا اون زمان که تو یادداشت گرفته ای باید نوشته بکنی، بخوانی، تکرار بکنی تا یک زبان را تو به شکل درست هم یاد بگیری و هم نوشته. سوم گوش دادن. گوش دادن ما باید روزانه نیم ساعت 40 دقیقه باید با پرونانسیشن های خود پیشرفت ترقی بدیم. گوش دادن هم یکی از قوانین مهم زبان انگلیسی است که باید ما روزانه نیم ساعت 40 دقیقه باید به انگلیسی و به درس های انگلیسی گوش بدیم. علاوه بر این که ما درس میخوانیم، نوشته میکنیم. از ابتدا که تو آغاز میکنی انگلیسی را یا میخوای که یاد بگیری، پلانش داری، باید از ابتدا تلفظ را درست کنی. خواندن، نوشتن، گوش دادن و تلفظ کردن. انشالله
درس های ما ادامه دارد. این نکات شما یادداشت بکنید. دوستان عزیز، همیشه زندگی مشکلات خود دارم، باید تصمیم جدی بگیریم. اگر زبان یاد میگیریم، کامپیوتر است، خوشنویسی است، انگلیسی است، کیمیا است، هر بخش، هر پانزه که است، باید در خود تصمیمات داشته باشیم. صبح باید کدام درس تمرین نوشته بکنم، بخوانم، گوش بدم. باید توسیم اوقات در خود داشته باشید عزیزان. بدون توسیم اوقات خیلی دشوار میشه تا شما یک زبان را به شکل درستش شد. زبان و توسیم اوقات با هم خیلی مهم است، خیلی با هم ارتباط دارند. و یک زبان که تو میخوای یاد بگیری نیاز است که 1 سال زحمت بکشید. کم بعضی ها شاید 3 ماه 6 ماه میگن که در 3 ماه 6 ماه یاد میگیری زبانی بسید. اما فرق در چی است؟ تفاوت در چی است؟ یک زبان کامل که تو میخوای یاد بگیری نیاز به وقت داره و نیاز وقتی هستم مربوط به خودت شخص میشه. یعنی خودت چقدر تلاش بکنی، کوشش بکنی، همونقدر به خودت سریع تمام میشه، یعنی زودتر میتونی یاد بگیری انگلیسی. پس با ما باشین تا زبان انگلیسی را درست یاد